السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره اعلا یکی از سوره های بهترین که در موضوع مختلف صحبت میکند که این سوره مکی هست، در موضوعی که مثل بزرگی الله و صفت الله و وحی قرآن نازل شدن به خاتم انبیا که من نبی صلی الله علیه و است و موعظه کردن که دعوت کردن مردم صحبت میکنه در اینجا. انشاءالله که فایده های عجیبی در این هست و این را به کوتاهی بیان میکنه باذن الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. تا آیت پنجم در اینجا قدرت های الله بیان میکند و امر کردیست است که با پاکیات کن. سبح اسم ربک الاعلى. سبح اسم گفته با پاکیات کن، یعنی که پاک یاد کن، یگام چیز در بگیم که برابر الله نیار. سبح اسم با پاکی نامی پروردگار بلند مرتبت را. وقتی که همین آیت که نازل شد در سجده همان سبحان ربی الاعلی میگوییم. الذي خلق فسوى، همون ذاتی که خلق کرد انسان، فسوى یعنی که راست کرد قامت انسان را. فسوا گفته با معنی راست کردن. بعضیا گفتن که اینه که یک چیزی خلق کرد در جسم انسان که همش مناسب هست، مثلا از گوش باشد، از چشم باشد و از دیگر چیزها باشد، همین رو مثلا که مناسب دادن میگن از جانب الله. یعنی که اصل کلمه فسوا پس راست کرد و استوار کرد قامت انسان را. والذی قدر فهدى، و همون ذاتی که تقدیر کرد، اندازه گیری کرد، مقرر کرد، فهدا پس هدایت کرد. یعنی که الله پاک وقتی که پیش از آن که خلق کند اجلهای ما، رزقهای ما و سعید و شقی بودن ما و همین را معین کرد، فهدا پس هدایت کرد. یعنی که انسان کاری خیر هدایت کرد و حیوانها را برای چیز باید بخورند که از علف باشد، از چیزها باشد، همین ها هدایتی خداوندی که راهنمایی کرد. والذی اخرج المرعى، و با پاکیات کن و همون ذاتی که اخرج المرعى چی کرد؟ برآورد مرعا چراگاه ها را، یعنی که از جمله علف باشد، از جمله چیزی که نباشد. فجعله غثاء احوى، پس گردان همون را غثاء، همون علف و گیاه چی کرد؟ غثاء گردان. غثاء به معنی خشک. اصل غثاء هم را میگن که وقتی که در بحر بعضی همون غجدی ها و چیرکی هایی که طرفی خودش میبرد از جمله علف و دیگر چیزها، مثلا چیزی که در بحر میپرتوان همون یک طرف میبرد، همون غثاء میگن. در اینجا مرادش نیست که غثاء گفته به معنای خشکیده. احوا گفته سیاه. در بعضی تفسیر میگن که سودا، یعنی که سیاه گرداندش. همون علف وقتی که مثلا که سبز است و یا که بعضیش سفید باشد، رفته رفته خشک میشود و سیاه میشه. اون برای چارواها هم با در کار هست، با در زمستان شما بگیم چه خشک میکنن. انا که آیت ششم اینجا پیامبر گرامی صلی الله علیه و گاهی وقتها فکر میکرد که من این قرآن به من نازل شده است، من امی هستم، این فراموش میکرده باشم و خواندن نمیتونم، چه خیلی میشه باشه. گفته الله پاک در یک معجزه دیگری را نشان داده است که سنقرئک فلا تنسى. الله پاک میگه ما هر آیه زود است که میخونیم برای تو، فلا تنسى، تو فراموش نمیکنی. یعنی که ما این قرآن در دل تو و در سینه تو جمع میکنیم، یگان پریشان نشو که این فراموش نمیشود. الا ما شاء الله، مگر اونی که بخواهد الله. چخیل در اینجا مفسرین بسیار صحبت ها کردگی هستند. مرادش این است که همونی که الله نسخ کرده باشد، منسوخ کرده باشد از قرآن،
مثلا که منسوخ کرده باشد از قرآن، برداشته باشد حکم همون را تلاوتن و حکما همش اگر که برداشته باشد منسوخ کرده باشد همون فراموش میکنه. یعنی که به این معناست میگن چه خیل بعضی آیات قرآن هست بودن که در زمانش که الله پاک هم تلاوتش منسوخ کرد و هم حکمش دیگه یگام چیزی نماند در قرآن، به هم خاطر شاید که همونها رو میگه چی فراموش کنی، اما قرآن خود قرآن از تو فراموش نمیشه. انه یعلم الجهر و ما یخفى، بیشک الله پاک میدوند جهر گفته آشکارا، چیزی که آشکار میشد، و ما یخفى اون چیزی که چی پنهان میشد. اینه که انسان هر چیزی که در نزد مردم پنهان هم کند که الله میدوند، یا اینکه هر چیزی که آشکار کند که میدوند الله پاک، یا اینکه هر چیزی که در دل انسان هست میدوند و اون چیزی که چی هست در آشکارا میکند همش میدوند. جهر گفته آشکار یعنی که بلند، و یخفى این چیزی که پنهانی. نماز جهریه بلند خواندن میگه و نماز خفیه پس خواندن. و نیسرک لیلیسرا، و الله پاک میگه که و آسان میگردانیم برای تو برای آسانی، یعنی که یک شریعتی به تو میدیم که آسانی هست. بعضی مفسرین صحابه میگه که آسان میگردانیم برای تو لیلیسرا، تو برای راهی راست و مثلا آسان ترین ده. فذکر این نفعت الذکرى، پس ذکر کن، پند بده. این نفعت الذکر، اگر فایده بدهد همو پند تو. در اینجا سه قول است. این به معنی اگر است، بعضی گفتن که این به معنی اذا هست، پس پند بده هر وقتا که فایده بدهد چی همون پند تو. هر وقتا که یعنی که امیدی پند گرفتن باشد همون انسان پندش بده میگه. اگر که امید نباشد چی رو پند بدی؟ یک انسانی که قبول کردن اون امید نیست. بعضی خیلی گفتن. و سیم قولش هم است که گفتن که فذکر این به معنی قد است گفتن، پس پند بده به تحقیق فایده میدهد چی همون رو، یعنی که پندی تو، یعنی که تو که پند که دادی به تحقیق پند فایده میدهد. سه قول قطعی، این به معنی اگر میشه، به معنی هر وقت میشه، به معنی به تحقیق میشه، یعنی قد وره میشه. سیذکر من یخشی، پس زود است که یعنی که هر اونه پند میگیرد من یخشی، انسانی که میترسد. هر انسانی که از الله میترسد از قرآن همونها پند بگیرن، اما انسانی که از الله نمیترسد آنها دلهاشان سیاه و محکم شده موندگی است. و یتجنبها الاشقا، و یتجنبها گفته یک طرفه میگریزد، دور میشود از همون چی، یتجنبها گفته از همون پند تو. اشقا گفته بدبختترین انسان وقتی که از امر معروف که نخواهد و اونو بگیم قینی کند، اون علامتای بدبختی است. الذی یصل النار الکبری، همون انسانی که میدروید آتشی اینه که بزرگ را کبرا بزرگ میشد، اینه که همون انسان ها از پند تو میگریزن. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، بعد از آن نمیمیرن در همون دوزخ، ولا یحیا زندگی هم نمیکنن. یعنی چه خیل نمیمیرن، در اونجا مردن نیست که از اون عذاب قیامت خلاص بخره انسان، ولا یحیا زندگی هم نیست، یعنی که زندگی آسوده و خوب نیست است که او زندگیشو بفهمد، یعنی که دائم در عذاب است. قد افلح من تزکا، به تحقیق کامیاب شد. من تزکا انسانی که پاک ساخت خودش را، یعنی که خودش را پاک ساخت از تمام گناه و از تمام شرک و دیگر چیزها. و ذکر اسم ربه فصلى، و ذکر کرد نام پروردگارش را و فصلى گفته پس نماز گذاشت. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکه انتخاب میکنه شما حیات دنیا را، یعنی مرادش که هست همین خیل چیز باشد، همین خیل آخرت بردوام باشد، در آخرت راحتش بردوام باشد، شما چرا انتخاب دنیا میکنید؟ با گفته ایساس الله پاک بل تؤثرون، بلکه شما چی میکنید؟ انتخاب میکنید و راجح میدونید حیات دنیا را. والآخرت خیر و ابقا، و آخرت چی هست؟ بهتر است و باقی هست. این هذا لفی الصحف الاولى، بیشک همین چی؟ همین پنده ها و همین گپ ها لفی الصحف الاولى، البته در صحیفه های اول هم هست، یعنی که در صحیفه هایی که کدام صحیفه؟ صحف ابراهیم و موسی، هم صحیفه هایی که ابراهیم و موسی علیهم السلام بودن. یعنی که حضرت ابراهیم در الله پاک چند صحیفه داده است، حضرت موسی هم چند صحیفه داده است. مفسرین میگه صحیفه ای که در اینجا در نظر دارد اون تورات در نظر ندارد، میگه اون صحیفه های خاص بود بر حضرت موسی نازل شده بود و میگه در اونجا همش پند بود، در هم صحیفه حضرت موسی، در صحیفه حضرت ابراهیم هم. این بود یک ترجمه تحت لفظی. فقط در اینجا قول ها زیاد است که الله فرصت داشته باشه در آینده صحبت کنیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.